سلام علیکم همجوران عزیز از آن گروه هنگرو و بوخ با شما پیشنهاد میکنیم همون علف های شاه علفی که من شنوندم 10 دانه در همینجا یک ماه پیش بینید چه اوج کرده است با از بیخش هر یک سیتگی چرتگی برآمدگی. این شاه علف این رو در یک سال 3 مرتبه درو کرده از یونشقه 8 مرتبه محصولات نوکش زیاد بوده است. اینا بینید الکی 1 متر بلندتر شده است. خدا خواهد 10 روز پس میترویم گودم میتیم. این بینید از بیخش با سیتگی چرتگی برآمدگی هر یک رو با جدا کده میشونیم. من همجوران عزیز من این الکی تصدیق کرده ایستاده است که شاه علف این شاه علف بوده است. یعنی بهترین علف برای گو مول و زیاد شویش نهایت زیاد میشده است. من این رو یک سکنش رو 20 سومونی خریداری کردم. حالا هم باید باشد در کافرنی هم بود در کمانگرانی وحدت. من با کدامی در کار باشد پرسید من تلفنی همون آدم رو میتیم شو علف خریداری کردم میشنوند. در پناه خدا باشید.